Behind me, a portion of narcotics seized by Iranian police is being symbolically destroyed. پرسیدن که آقا دلیل انتخاب این زمان چیه برای این امها. من اعلام کردم که انبارها گم شدن. تقریباً 20800 کیلوگرم انواع مواد مخدری هست که با دستور حضرت عالی امها خواهد شد. میانگین در کشور سالانه 500 تن کشفیات مواد مخدر است. پلیس جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با این پدیده شوم چیزی نزدیک به 4000 شهید تحویل کرده. چندین برابر اون جانباز و مجروح و مصدوم. آغاز کنید مراسم امهای بیش از 20 تن مواد مخدر و روانگردان را در کشفیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. I was shocked by the force of the explosion.